درود بر شما. اگر در یک قرارداد مشارکت درس‌ها مالک متعهد به اعطای وکالت کاری به سازنده باشه و به این تکلیف قراردادی خودش عمل نکنه، راهکار سازنده چی میتونه باشه؟ ببینید دوستان، در این فرض سازنده میتونه علیه مالک دادخواست الزام به اعطای وکالت کاری در واقع مطرح بکنه و بعد از دریافت حقوق با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به اجرای دادنامه مزبور در واقع اقدام بکنه. اما اگر مالک بعد از اجرای حکم با مراجعه به دفترخونه وکیل رو عزل بکنه، در این صورت سازنده چه اقدامی میتونه انجام بده؟ ببینید دوستان، در این فرض دوم سازنده نباید دادخواست الزام به اعطای وکالت رو مجددا مطرح بکنه، بلکه باید دادخواست ابطال عزلنامه رو علیه مالک مطرح بکنه. ممنون از همراهی شما.